اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: به مردگان ناسزا نگویید، زیرا آنان به نتیجه اعمالشان رسیده اند. روایت بخاری. شارحین حدیث فرمودند که مراد از مردگان مسلمان است که دشنام و ناسزا گفتن به آنها حرام است، اما مردگان غیر مسلمان شامل این حکم نیستند، مگر اینکه ناسزا گفتن به آنها سبب آزار و اذیت مسلمان از خویشاوندان او شود.